اینجا دومین پایگاه نظامی بزرگ توی آمریکای جنوبیه و سریع‌ترین جاییه که یه دوربین میتونه پاشو توش بذاره. میخوام به یاد بیارین برای چی میجنگی؟ برو باشون برو. بریم خفن ترین پایگاه نظامی دنیا رو ببینیم. 5 کرمان. اونجا باشه. شاید باشه. برو بریم. خوش اومدی به چنل داغ شو. سلام بچه ها. ما اومدیم با یه ویدیو دوبله خفن دیگه از جو حتی یوتیوبر معروف اردنی. لیتس گو. بزن بریم. اسم من جو حتابه. بری تو صاف. پایگاه نظامی تولومایدا در کلمبیا. اینجا دومین پایگاه نظامی بزرگ توی آمریکای جنوبیه و سریع‌ترین جاییه که یه دوربین میتونه پاشو توش بذاره. اینجا 70% داوطلبا جا میزنن قبل از اینکه آموزششون تموم بشه، چون اینجا سخت‌ترین دوره آموزشی بقا و مبارزه تو کل دنیاست. امروز میخوام باهاشون سرباز باشم واسه 24 ساعت تو دل این جهنم برای سرزمینم. پایگاه تولومایدا. اینجا جنگه، باید آماده باشم. یالا بجام سریع داری وقتمون رو تلف میکنی. دوره لانسرو سخت‌ترین دوره تو کل دنیاست. مدرسه لانسر تو دل همین پایگاهه. سخت‌ترین و خطرناکترین مدرسه آموزش نیروهای ویژه، نه فقط توی کلمبیا بلکه تو کل دنیا. سربازا از آمریکا، اروپا و آسیا میان تا آموزش‌های فوق‌العاده طاقت فرسای بقا و مبارزه رو تمرین کنن. توی جنگل‌ها و رودخونه‌های کلمبیا، توی جنگل‌های آمازون. الان جنگ واقعا داره اتفاق میفته. به دنیای ارتش کلمبیا خوش اومدی. لانسرو. وقتی تو جاده رانندگی میکنی از هر طرف که نگاه کنی کوهه. ما از پایتخت بوگوتا 4 ساعت رانندگی کردیم تا به پایگاه برسیم. اینجا رو به عنوان نسخه کلمبیایی مدرسه رنجر تو آمریکا توصیف میکنن. الان وارد پایگاه میشیم. میگن هر کی از اینجا زنده بمونه دیگه هیچ وقت از مرگ نمیترسه. اینجا رو داشته باش، نوشته خوش آمدید. اینجا اصلا پایگاه نظامی معمولی نیست. خوشبختم موشه گستو، خیلی خوشبختم. لانسرو. اینی که دارین میبینین دروازشه. الان خیلی استرس دارم. امروز برای 24 ساعت قراره سرباز باشم. برترین نخبه از اینجا فارغ التحصیل میشن. اولین آزمون بررسی دم دره. هر چیز غیر مجازی رو میذارن کنار. حتی شماره سریال تجهیزات فیلمبرداری رو برمیدارن و با مجوزها چک میکنن. وارد پایگاه شدیم. اینجا جاییه که فقط قوی ها زنده میمونن. سلام علیکم. آره خب اینجا ستاد فرماندهی اصلی، یعنی قرارگاه اصلی کل پادگان نظامی. اوکی، انگار یه شهر. آره خیلی بزرگه، بیشتر از یه شهر. انگار یه شهر توی یه شهر دیگه. اوکی گرفتم. اینجا کلی چیز میتونی پیدا کنی: مرکز خرید، تاسیسات نظامی، تاسیسات غیر نظامی، حتی محله و سوپرمارکت. ما سرسخت‌ترین ارتش کل دنیا هستیم. ما برای جنگ توی جنگل، کوهستان، بیابون، هر جا که بخوای آماده ایم که مستقر بشیم و از مردم غیر نظامی محافظت کنیم. قرار حس واقعی سرباز کلمبیایی رو تجربه کنی. حاضری انجامش بدی؟ برای همین اینجا چالش رو قبول کردی؟ کاملا حاضرم قربان. خوبه بابا، دست بریزه. اینجا دقیقاً چقدر سخت؟ بیشتر از سخت. یه چالشه. جدی؟ آره چالش بزرگیه. بزن بریم. لانسرو. مدرسه‌ای که هر سربازی بهش احترام میذاره و ازش میترسه. لانسرو یه دوره آموزشی نیروهای مسلح کلمبیاست. تو کل دنیا به خاطر سرسختی و دشواریش معروفه. هر مرحله از دوره شامل آزمون‌های وحشیانه فیزیکی و روانیه که هر کی آماده نباشه از پا در میاد. بدو زود باش یالا بدو زود باش همه یاران بدو زود باش بدو منتظر چی هستی رفیق؟ منتظر چی هستی؟ سریعتر بدو بجام زود باش عجله کن، منظم باشید، زود باش. سریع داره وقتو تلف میکنی، دشمن داره میاد. عجله کن. اولین بار تو ارتش، درسته؟ به من ربطی نداره. به دنیای واقعی خوش اومدی. به ارتش کلمبیا خوش اومدی. این ارتش واقعیه.
اینجا شوخی نداریم. این ارتش کلمبیا. بدو زود باش. بجام. عجله کن زودتر. صدامو میشنوی؟ بله ساکت باش. بلند شو. ساکت. چسب باز. کندور تا آخرش. کندور تا آخرش. دنبالشون برو. مهم نیست، دنبالشون برو. تمرین رو از مدرسه چتربازی شروع کردیم. یک دو سه. بعد از پریدن هواپیما با چتر باید اینجوری فرود بیای. خیلی خوب. کندور تا آخرش. کندور تا آخرش. ساق پا 8 تا لباس استتار 8 تا کش. اونجا یکی دیگه از بالا. اول نقطه تماس. کف پا. سومین نقطه تماس. باسن. بابا به سمت راست. آفرین خوبه. دارم یاد میگیرم بچه ها. ما اینو بیشمار بار تکرار کردیم. ببخشید. آره بگیر. واقعیه؟ باید چیکار کنم؟ باید با اون حملش کنید. تو این حالت بمون. سعی کن داره چتربازی نظامی. چپ 2 3 4 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 من یوقافم که روی زمینم 3 4 چپ 2 3 4 زنده باد کلمبیا. زنده باد کلمبیا. حس میکنم همیشه موقع سقوط پرواز میکنم. آماده شی چتربازها. مارتین خیلی سخته. برید تو صف. چترباز. کندور تا آخرش. دوره چتربازی نظامی. یک چترباز. کندور تا آخرش. هنوز اول راهیم. اینجا انضباط همه چیزه. دوره چتربازی نظامی شماره 946. چتربازان، من به نیروی جدیدی که اولین چتربازه نیاز دارم. سینه 1 چترباز. این سخت‌ترینش نیست، درسته؟ نه این سخت‌ترینشه. یادت باشه مهم نیست. تو آماده‌ای. تو یه سربازی. از همون روز اول؟ آره حتما. میشه یکم آب بخورم؟ نه اجازه نداری. بابا من تازه واردم. اینجوری یاد میگیرن که از هواپیما بپرن. میگن بعضیا پاشون میشکنه. هنوز نه. بار کرد. قراره چی بشه؟ موفق باشی. ورش کن. این اولین و ساده ترین مرحله آموزش تا اینجاست. وای پرشبادی بود. آره بعد بود، افتضاح بود. آره من سرباز کلمبیایی هستم.
ولی قراره از یه سکوی خیلی بلندتر بپرم. بادا 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 برای عبور از پرچم به صف با دویدن. چات باز. و بعد از کابینه ی هلیکوپتر میپریم. کندور تا آخرش. برو باشون برو. چتر باز. کندور. توجه، خبردار. ما توی برج پرش هستیم. 14 متر پرش. چتر باز. شنا برو. چتر باز. 19 20 21 22. اون بارا میخوای به خاطر کی بپری؟ به خاطر خدا یا به خاطر ارتش؟ پس این دیگه واقعیه. آره این واقعیه. زندگی واقعی کلمبیایی با یه چترباز کلمبیایی امروز چه حسی داره؟ حس خوبی دارم رفیق. عالیه. به خاطر کی میخوای بپری؟ مخاطبام، خوبه. خانواده و عالی. سرزمینم. عالیه. بزن بریم. میتونی از پاسش بر بیای. به خاطر مخاطبات میتونی از پاسش بر بیای. کندور. شجاعت، انضباط، صداقت، زندگی واقعی سرباز کلمبیاییه. قدم بعدی یه راهپیمایی 10 کیلومتری با کوره پشتی. 10 کیلومتر. واسه این آماده ای؟ بجام داری وقتمون رو تلف میکنی. بجام. حالا آماده ایم. زمین میلرزد. فاجعه ترین انداز میشود وقتی حضور من در آسمان ها اعلام میشود. در هنگام غروب ما فاز سوم روز رو شروع کردیم. میخوایم بریم تو جنگل؟ خیلی سخته. طاقت فرساس یا آسونه؟ چطوریه؟ این خیلی سخته. اینجا تمرینات شبانه ارتش کلمبیا است. اصلا استراحت نداریم. پس 10 کیلو 15. میخوام به یاد بیاریم برای چی میجنگیم. 7 سال تو ارتشه. آره و 24 سالشه. داری از کشورت محافظت میکنی. هر روز. اسمت چیه؟ پینزون. ما رو به هم میبندن تا منظم راه بریم و کسی عقب نمونه. یه راهپیمایی نظامی با کوله پشتی سنگین به اسم راک مارچ که مسافت‌های طولانی رو پیاده روی میکنیم. ما رو به هم بستن که کسی نتونه عقب نشینی کنه. این اصطلاح از کلمه آلمانی روکزاک به معنی کوله پشتی میاد. ارتش‌ها ازش برای امتحان کردن سربازای جدید و نیروهای ویژه استفاده میکنن. 10 کیلومتر میدویم. لانسرها با همه فرق دارن. پاهای فولادی، بازوهای فولادی، ذهن فولادی.
بدن آدم چقدر توانایی داره. انگار اگه بهش فشار بیاری بازم میتونه ادامه بده. آره بدنت میتونه بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی تحمل کنه. 6 کیلومتر رو رفتیم. 4 کیلومتر دیگه مونده. حاجی سطح تمرینات خیلی بالاست. بزن بریم. یالا یالا فرمانده. 1 2 3. زمین می‌لرزد وقتی در آسمان ها حضور من اعلام می شود. در تو زاده شدند. اینجا از سرباز خواسته میشه که به عنوان یک شخص بمیره و به عنوان یک جنگجو دوباره متولد بشه. یالا فرمانده. هی ولی رفیق، ممنونم از دمت گرم. انجامش دادیم. 10 کیلومتر. همه یوتیوبرها رو به چالش میکشم. بیاین منو به چالش بکشین. حالا وقت خوابه. فرمانده. فیلم برداری داخل آسایشگاه ممنوعه. ما توی یه خوابگاه با حدود 30 تا سرباز خوابیدیم. ساعت 4 صبح و ما نصف شب خوابیدیم و ساعت 4 صبح بیدارمون کردن. فیلم برداری داخل ممنوعه، واسه همین چیزی ضبط نکردیم. این دوره برای نیروهای ویژه رودخونه و دریاست. همه از طریق بینی باید تنفس کنن. همه این تمرین‌ها قبل از طلوع آفتاب انجام میشه. الان ساعت 7 صبح و این صبحونه ماست. تخم مرغ و برنج و لوبیا. بعد از صبحونه مستقیم رفتیم مدرسه سیلاب. اونا با کیسه قایق درست کردن و میگن برای همه شرایط باید آماده باشیم یه جورایی. اونا سرباز رو آموزش میدن تا بعد از چتربازی با زمین‌های سخت کنار بیاد. این تمرین اسمش عبور از رودخونه با تنابه. کوله سنگین و سلاحت همراهته و هر قدم میتونه آخرین قدمت باشه اگر تعادلت رو از دست بدی. این سرباز رو آموزش میده که بعد از چتربازی با زمین‌های سخت کنار بیاد، مثل عبور از رودخونه ها و دریاها. این یکی از سخت‌ترین آزمونه ها تو آموزش چتربازیه. موفق شدیم. چطوری داخل شرایط سخت داخل جنگ زنده بمونیم؟ چطوری وقتی قراره از هواپیما بپری زنده بمونی؟ غیر ممکن برای سرباز کلمبیایی وجود نداره. این بلندترین سکوی پرشتوی آمریکای لاتینه. یه کابینه که شبیه کابینه هلیکوپتره تا یاد بگیری چطوری بپری و پایین بیای. با قرار گرفتن در منطقه توسط تیم فرماندهی، فرود با تناب اضطراری را انجام خواهیم داده. الان از این کابین میپریم.
ارتفاعش حدود 40 متره، تقریبا به اندازه یه ساختمان 12 طبقه. از این برای آموزش چادربازها برای پریدن از در هلیکوپتر و هواپیما قبل از رفتن به پرش‌های هوایی واقعی استفاده میشه. این یک کابین هلیکوپتره. میپره. خیلی خوب، بذار خودش پیش بره. خب دیگه نه. ما اینجا کلی مدرسه تو این پایگاه دیدیم، از جمله لانسرو که خشن‌ترین و سخت‌ترین توی دنیاست. با این حال این یه مدرسه دیگه است. این آموزش بهت یاد میده چطوری گوشه ها رو پوشش بدی، هوای رفیقتو داشته باشی و بدون تردید با هم پیشروی کنین. اینا نیروهای ویژه برای یورش به خونه ها هستن. ببینین چطور محل رو برای تمرین یورش به خونه آماده کردن. این راهروهای نفوذ بهت یاد میده که چطور کنار رفیق تو هر گوشه موقع یورش به خونه بجنگی. پنجره سمت راسته، یه در رو برومه. پنجره رو پوشش میدم. از پنجره پوشش میدم. از پنجره وارد میشم. نارنجک دارم. خط کامل. آماده در. دنبال تر برو. یکی رفت. دارمش. آماده ای؟ برو. وارد شدم. این مدرسه لانسروه. خیلی بهش افتخار میکنن. مدرسه لانسرو از اینجا شروع میشه، ولی آموزش واقعی تو جنگل اتفاق میفته، جایی که آزمون واقعی سرباز انجام میشه. در میدان مبارزه دعای من، وطن کلمبیا، وطن من، تو را با عشق در قلبم حمل میکنم. با کلاه. اوکی، من به مدرسه لانسرو ملحق شدم. سخت‌ترین. آره سخت‌ترین. به جان خودم سخت‌ترین. خیلی ازتون ممنونم. آره خیلی ممنونم. من بعدیم. عالی بودی. قسمت دوم بچه‌ها 200,000 تا لایک بزنید تا باشون برم تو جنگل های آمازون. مدرسه لانسرو سخت‌ترین توی دنیا. شاید باید برگردیم و یه قسمت دوم تو جنگل آمازون بسازیم. نظرتون چیه؟ عجب ویدیوی خفنی بود. من که خیلی دوست داشتم. حمله نظامی بود. آره واقعا حمله نظامی بود و اینش خیلی جالب بود که تمام جای دنیا حتی آمریکا هم برای این شهرک نظامی توی کلمبیا میاد. خیلی جالب بود. آره. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اسم کانال ما هست داکشو با ستابی. دوستتون داریم. خدافظ.